نه که این کس ایجادکار بودن، این کس هم ایجادکار، هم شاعر، هم نویسنده، هم آدمی صاف دل، پاک دل، تمامی هستیشان را به ما این کس گذرانیدن. فضلدین شهابov وصیتشان دایم همین بود که 6 مقام نمرد، 6 مقام تولد شود از من. فضلدین شهابov چون استاد بزرگی تنبور در تاریخ موسیقی ما، تاریخ صنعت اجراگری ما باقی خواهد ماند. تنبور شهابov بی‌نظیر است در تاریخ صنعت تنبور نوازی ما. شاید که این گونه تنبور هیچ وقت نبود. همین خیلی می نماید که همین گونه با آهنگ را همین گونه شاخچه بندی می کند، همین گونه زینت می دهد، چیزهای نو علاوه می کند که گمان می کنید که یک ارکستر با یک انگشت وظیفه یک ارکستر، کار یک ارکستر می کند. بعضا می شود که به حیرت می آییم از چی؟ از هنر اصیل، از شنیدن شعر اصیل، از چهره زیبا، از رفتار نیکو و از کردار شایسته. و با همین خصلت‌ها استاد شهابov مرا بسیار مفتون کرده بودند.
همچون یک بحرالعلوم بهترین گنجینه های شعر کلاسیک رو در 6 مقام جای کردند. فضلالدین شهابوف سال 1911 در شهر بخارا در عائله مدرس به دنیا آمده است. او از خردسالی به صنعت موسیقی و سرودخوانی محبت بی‌پایان پیدا نمود
و مهر صنعت او را سال 1925 به درگاه مکتب موسیقی شهر بخارا آورد. سال 1929 مکتب موسیقی را با موفقیت ختم نمود. صنعتکار جوان در مدت تحصیل 5 ساله نه فقط اسلوب عادی موسیقی نوازی یا سرودخوانی، بلکه آهنگ‌های کلاسیکی و مقام‌های دارای مضمون بلند را نیز از خود کرده توانست. اثرهای این بستکار معروف چی در تاجیکستان و چی در خارج از آن مشهورند. صوت و نواهای آفریده‌اش هم صدای چشمساران و آبشاران، هم آوای مرغان خوشیلخان از دل به دلی رفته، مرزها را عبور کرده، با صدای دل مردمان جور گشته، جهانی را تسخیر ساخته است. او که ختم کرده کنسرواتوریای شهر مسکو است، با اثرهای جهان شمولی بستکاران روس و غرب آشنایی کامل پیدا می کند. دانش خود را تکمیل می دهد و به آفرینش اثرهای بیزوار دست می زند که عمر جاودان دارند.
شش مقام میراث مدنی گذشتگان خلق تاجیک است. وی هم از جهت حجم و هم از جهت قیمت بدیعی خود بزرگترین یادگاری است که این روز با آن افتخار داریم. از پدر من راستی گپ سر نشدم. چی بگید؟ برای اینکه وقتی که اون کس بیمار شدن مالینسا خوب کردن 5 سال کسل بودن، من اون دور 8م صنف بودم که بچه خردسال بودم. دیدم هست که فقط از کار می آمدن به وقت، دم می گرفتن کمتر، با کار میکردن. همین خیلی مناسبت نزدیک پدر کدی نبود که برای اینکه این کس دائما سری کار بودن یا میمانا می آمدن. میمانا بیان البته درباره موسیقی گپ میزدن، می نماختن، شعر میگفتن. یک شعر درست باشه میگفتن پسرم رو قلم بیار من نویسندگیرم، چه خیلی با شعر ناز بود. همین خاطرات همین هست. اون در یادم هست که بچه مایده بودیم یک کار نادرست کنیم، اگر یک عجیب چیز بود که همین کار نکن میگفتن و البته یک شعر کتی میگفتن که همین بسیار ملایم میرسید. اکنون این شعر رو شعر دانی البته ممکن از پدرشان آمدگی باشد، برای اینکه پدرشان بدیل شناس بودن، خودشان مدرسه بخارا و مدرس بودن. پدری منم مدرسه تمام کردگی، برای همین از افتش بسیار شعر هم می‌نویسند. از مردی نکته‌دان و رامشگری والا مقام فضلالدین شهابوف سرود و ترانه‌های جان بخش، آهنگ‌های روح نواز، نواهای دلرس باقی مانده است که از آن صنعت تاجیک رنگین و پرنوا و همیشه دلربای و خوش صداست. فضلالدین شهابوف 6 مقام را برامشگرانی خوشاوازی ما احمد باباقولوف، برنا اسحاق و تحفه فاضیل و حنیفه مولانا و بای محمد نیازف آموزاند و به دنیای رنگین آن رهنمون ساخت. فضلالدین شهابوف به ضمن سازنده و نوازنده ممتاز بودنش آوازی خوب و فارمی داشت و چون سراینده ماهر نیز مشهور بود. محض با نظر داشتی همین استعداد ناتکراری خود سال 1947 به گرفتن عنوان حافظ خلقی تاجیکستان سزاوار دانسته شد. او اینچنین با عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت سرفراز گردیده است و سال 1972 با جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی قدر گردید. کمر بستن و خنجر زدنش را میگرید، حرف دامن به میان بر زدنش را میگرید. جانی بگیری من میگذرد سرناز، خنده بر جانی بدیگر زدنش را میگرید. خنده بر جانی بدیگر زدنش را میگرید. شوخی من مست شد و ساغری می زد به سرم. شوخی من مست شد و ساغری می زد به سرم. شوخی و
مستی و ساغر زدنش را میگرید شوخی و مستی و ساغر زدنش را میگرید چون بام قامتی رنا کند آهنگی چمن تنه بر سر و صنوبر زدنش را نگرید منکران آهی جهان سوزی هلالی بینید منکران آهی جهان سوزی هلالی بینید هر دم آتش و جهان در زدنش را بینید هر دم آتش و جهان در